مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 2 سپتامبر سال 2022 از بازداشت یک دزد در بازار سامانی شهر بوستان ولایت سوخ خبر داد. بنا به اطلاع میلیشیا به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر بوستان با عریضه مرد 32 ساله ساکن شهر استرافشان مراجعت نموده است که 8 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 13:10 شخصان نامعلوم با روی پنهانی در مغازش واقع در بازار سامانی شهر مذکور از داخل جزدان او 15,000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، جوان 18 ساله ساکن ناحیه باباجان غفوروف همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نسبت گمانبر شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او برای دزدی بر اساس قسم 2 ماده 244 همچون جزا جریمه به مبلغ از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای حسابها و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. دزدی یکی از جنایت‌های از همه رایج در تاجیکستان به شما رفته تقریبا چهارک تمام جنایت‌های در کشور صادر شده را تشکیل می‌دهد.